زنده‌ای جان پاچش خانومو دیدی؟ چی شده؟ هیچی نیست آبجی. بیوی خاک بر سرم چی شده؟ اصلا شما چرا امشب نیومدی بازی؟ من بازی بلدم. من اصلا چه ایرادی داره؟ ایراد پا چشته. نیومدی که بچه رحمت رو نگه داره که اونا بدن چشاتو درارن؟ اونا زدن؟ نه آره میگم از خودش هیچی میگه آخه. پس کی زده؟ بچه‌های شرار رحمت رو زدن. مامان من زدم. تو زدی؟ فدای سرت عمه. عمه فدای تو بشم. من نباید میگفتم بچه من دستش خورد از قصد نزد که. آقا حالا فهمیدی؟ به دایی و بهتاش چی نگی یا میخوام بگم کابینت خورده تو چش من. پاشو بیا پسرم عمه رو ماچ کن ازت خواهی کن. ندید ببخشید. ببخشید چی عمه؟ برو شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. سالار ماما تو عمه رو زدی؟ آره. راستشو به من بگو. نه. تو نزدی؟ نه. سرم مرد شده من میدونستم تو نزدی قربونت برم.